مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا لهم أجر عظيم. صدق الله العظیم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و علاقمندان برنامه الگوهای هدایت، خدمت همه عاشقان و دلباختگان اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. سپاس او ذاته که بر من و شما توفیق بخشید و راه صحیح، راه شفاف، راه صراط المستقیم را و وسیله سربازان و شاگردان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما نشان داد. درود و سلام بر سیدنا و بر آقای ما محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم، و درود و سلام بر همه آل و اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. در جلسه گذشته پیرامون نقش سیدنا ابوبکر صدیق به اشکال مختلف در غزوه بدر بیان کردیم و همچنین اشاره داشتیم ارتباط به نقش سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در غزوه احد و گفتیم اولین کسی که خود را در غزوه احد بعد از اون حرج و مرجی که واقع می شود خود را به پیامبر اسلام می رساند سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه می باشد. و همچنین ارتباط به نقش سیدنا ابوبکر صدیق در احد اشاره کردیم به این که وقتی که ابو سفیان نام پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را میگیرد که آیا در میان شما هست، بعدا نام سیدنا ابوبکر صدیق را میگیرد و بعد از سیدنا ابوبکر صدیق نام سیدنا عمر بن الخطاب را میگیرد، چون ابو سفیان اینها را به این واسطه نام میگیره، اینها را پایه ها و رجال اصلی اسلام میدانست، به این واسطه نام گرفت. جایگاه سیدنا ابوبکر صدیق را ابو سفیان خوب درک میکرد که چقدر به رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیک هست و چقدر ارتباطات تنگاتنگ دارد. بعد از اینکه دشمنان حرکت میکنن رو به طرف مکه مکرمه، از منطقه احد جدا میشوند، در آن لحظه
خبر به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میرسد که دشمن تصمیم دارد که دوباره به سراغ شما بیاید. چون دشمنان فکر کردند چرا مسلمان ها را به این حالت رها کردیم، چرا اینها را کلا نابود نساختیم، برگردیم اینها را نابود کنیم. تصمیم دشمن بود که اینها نابود بشن. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم وقتی که از این تصمیم قریش، تصمیم دشمنان واقف میشن، اعلان میکنن که همان اشخاصی که در معرکه احد حضور داشتید همه جمع بشوید. جمع شدن، گفتن چی کسی به سراغ دشمن می رود؟ چی کسی دشمن را تعقیب می کند و بار ثانی با دشمن می جنگد؟ سبحان الله. 70 نفر دست بلند می کنن که یا رسول الله ما به دنبال دشمن می رویم. 70 نفر بعض اینا مجروح شدن، زخمیان، درد دارن، درد میکشن. باز هم عشق جهاد در سینه هست، عشق ملاقات با پروردگار عالم در سینه هست. 70 نفر به تعقیب دشمن روان میشوند. بین این 70 نفر کیست؟ در بین این 70 نفر یکی سیدنا ابوبکر صدیق هست. ابوبکر صدیق دست بلند میکند، یا رسول الله من هم میرم به سراغ دشمن. سبحان الله. آیه قرآن به شأن اینها اشاره میکند. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح. بعد از این که به اینها زخم رسیده بود، بعد از این که به اینها مشکلات رسیده بود. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. کسانی آمدن به اینها گفتن که بترسید، نروید، دشمن همه امکانات را دارد. این 70 نفر زمانی به طرف دشمن حرکت میکنه که 70 نفر از مسلمان ها شهید شدن. حضرت حمزه در معرکه احد مسلح میشن، گوش و بینی بریده میشه، جیگر حضرت حمزه بیرون میشه. اینجا دشمنان خبر میدن به این 70 نفر که فخشوهم، بترسید از ایشان، نروید. فزادتهم ایمانا. عوضی که این 70 نفر بترسن، ایمانشان قوی تر میشه. و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. این شعار صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و 70 نفری که به تعقیب دشمن حرکت میکنن. قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل فزادهم ایمانا. الله اکبر. این آیت در شأن اصحاب پیامبر هست که در بین این معرکه، در بین این جهاد، در بین این مبارزه، در بین این 70 نفر سیدنا ابوبکر صدیق حضور دارن. عشق ابوبکر صدیق با جهاد، چی عشقی داشتن، چی محبتی داشتن. چقدر دشمنان سیدنا ابوبکر صدیق امروز توطیه برا می اندازن. ابوبکر صدیق به خاطر جا، به خاطر مقام، به خاطر پوست، دشمنان ابوبکر صدیق چنین حرفای را خیلی میگن. نیت ابوبکر صدیق رسیدن به قدرت، بدبختن، بدبخت. سیدنا ابوبکر صدیق از معرکه و از جنگ و جهاد احد تمام ناشده، زخمهای مسلمان ها، خونی که از بدن صحابه بیرون میشد
هنوز نایستاده بود، سیدنا ابوبکر صدیق دوباره تصمیم جهاد میگیرد، دوباره حرکت میکند به تعقیب دشمن. مگر ابوبکر صدیق میدانست که زنده برمیگردد؟ غیب کنه میدانست. به عشق شهادت میرفت، به عشق جهاد میرفت، به عشق الله سبحانه و تعالی میرفت. بعدن ارتباط به یقین ابوبکر صدیق، ایمان ابوبکر صدیق اشاره میکنیم که ابوبکر صدیق چگونه ایمانی، چگونه یقینی، چگونه باوری، چگونه اخلاصی خداوند نصیب سیدنا ابوبکر صدیق کرده بود. سیدنا ابوبکر صدیق با این 70 نفر دشمن را تعقیب میکند تا منطقه حمراء الاسد. به تعقیب دشمن میروند. دشمن وقتی میشنود که 70 نفر آمده به تعقیبشان و در جمعشان سیدنا ابوبکر صدیق هم هست، سبحان الله، دشمن دیگه جرأت نمی کند پشت سر نگاه کند. مسلمان ها در منطقه حمراء الاسد میمانند و از آنجا خیر کثیر الله سبحانه و تعالی به اونها عنایت می کند. فایده های دینی و اخروی، دنیوی و اخروی کسب می کنند و برمیگردند. این نقش سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه در احد و حمراء الاسد است. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در اشاره کردیم که کل غزوات شرکت داشتن، حضور داشتن. اگر یکایک را توضیح بدیم و ارتباط به یکایک بحث داشته باشیم شاید به ما اینقدر فرصت و مجال نباشد. به طور خلاصه حضور سیدنا ابوبکر صدیق در غزوه بنی نظیر، حضور سیدنا ابوبکر صدیق در غزوه بنی مصطلق، حضور سیدنا ابوبکر صدیق در غزوه خندق یا احزاب، حضور سیدنا ابوبکر صدیق در غزوه بنی قریظه و حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه در صلح حدیبیه، که اینها هر کدام سیره را برداریم، جایگاه و نقش سیدنا ابوبکر صدیق را در این غزوات بخوانیم، مطالعه کنیم، ببینیم که سیدنا ابوبکر صدیق چی جان فدایی ها و چی جان نثاری ها از خود نشان دادن. نقش سیدنا ابوبکر صدیق در غزوه خیبر. غزوه خیبر که انشاءالله اگر عمر باقی بود و این بحث ما ادامه پیدا کرد، میرسیم به شناخت و معرفت و آشنایی با خلیفه چهارم اسلام سیدنا علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه، که در آنجا اشاره خواهد شد از شجاعت، از غیرت، از میدانگی، از همت، از ایمان، از عشق، از صفا، از صمیمیت، از اخلاص، از او ایمانی که سیدنا علی بن ابی طالب داشتن. بعدا اونجا میگیم که فاتح خیبر کی بود. حالا نقش سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در غزوه خیبر. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در این غزوه چگونه نقش داشتن؟ نقش سیدنا ابوبکر صدیق ان شاء الله، نقش سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه را که در غزوه خیبر داشتن بعد از یک میان برنامه ان شاء الله بیان میکنیم. موفق باشید و السلام علیکم.
بینندگان عزیز و گرامی، اینجا وادی قدید است، 130 کیلومتری شمال مکه مکرمه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با تحمل زحمات و مشقات فراوان از این مسیر به طرف مدینه منوره هجرت نمودند تا دین مبین اسلام را برای ما برسانند و اولین حکومت اسلامی را در شهر مبارک مدینه منوره تأسیس نمایند. ما در وصال حق همگام با نبی رحمت برای اعلای کلمت الله این راه را ادامه خواهیم داد. خدمت همه عزیزان مجددا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. سخن از سیدنا ابوبکر صدیق هست. الله سبحانه و تعالی بر همه ما توفیق بدهد تا اخلاق ما اخلاق ابوبکری شود، تا تقوای ما تقوای ابوبکری شود، تا اخلاص ما اخلاص ابوبکری شود. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در غزوه خیبر چگونه نقشه داشتن؟ صحابه و رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در غزوه خیبر پیشنهاد میکنن. صحابه پیشنهاد میکنن که یا رسول الله به ما دستور بده و اذن بده و اجازه بده که نخلهای یهودیان را قطع کنیم تا این سبب ضعف و سستی یهودی ها شود. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم پیشنهاد صحابه قبول میکنن و برای صحابه اذن میدن، اجازه میدن که نخلهای یهودیان قطع بشه. وقتی رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم اذن میدن، سیدنا ابوبکر صدیق از این قضیه واقف میشن و خبر میشن، میرن با عرض و ادب و احترام به محضر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم، یا رسول الله قطع کردن نخلهای خیبر به ضرر خود ما مسلمان هاست. اگر اینها یهود خیبر اگر اینها مسلمان بشن، باز هم مسلمان ها از این نخله ها استفاده میکنه. اگر اینها مسلمان نشن و تسلیم میشن و اگر چیزی بپردازن، باز هم به نفع مسلمان هاست. خلاصه به هر حال این نخله ها و نخلستان ها مال مسلمان هاست. یا رسول الله این کار به ضرر خود مسلمان ها تمام می شود، اجازه ندهید که نخله ها قطع شود. و مجردی که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم حرف سیدنا ابوبکر صدیق را میشنون، بانگ برآوردن و صدا را بلند کردن که درختان را قطع نکنید. مسلمان ها درختان را قطع نمی کنند. پیشنهاد سیدنا ابوبکر صدیق. چقدر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم به حرفهای سیدنا ابوبکر صدیق ارج می گذاشتن، چقدر توجه می کردن و چقدر سیدنا ابوبکر صدیق را دوست داشتن. تمام صحابه پیشنهاد میکنن که نخلهای یهودیان قطع شود. رسول الله اذن و اجازه قطع میدهند. سیدنا ابوبکر صدیق پیشنهاد میکنن که این به ضرر خود مسلمان هاست. رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور میدهند که قطع نکنید،
این نقش سیدنا ابوبکر صدیق در غزوه خیبر. سیدنا ابوبکر صدیق یا به تعبیر دیگر فرماندهی سیدنا ابوبکر صدیق در سریه نجد، فرماندهی سیدنا ابوبکر صدیق در جنگ با بنی فزاره، همراهی سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در عمرة القضاء، حضور سیدنا ابوبکر صدیق در سریه ذات السلاسل، حضور سیدنا ابوبکر صدیق در فتح مکه، نقش سیدنا ابوبکر صدیق در حنین، نقش سیدنا ابوبکر صدیق در غزوه طائف. از کدام یک بگوییم؟ در تمام غزوات سیدنا ابوبکر صدیق نقش داشتند. در تمام غزوات هم رکاب با رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم بودند. در غزوه طائف عبدالله ابن ابی بکر رضی الله عنهما مجروح میشن که از اثر همان زخم و همان جرح جام شهادت می نوشن بعد از فوت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، که همان زخمی که در طائف عبدالله ابن ابی بکر فرزند سیدنا ابوبکر صدیق برمیدارد، از اثر اون زخم و از اثر او جرح شهید می شود. نقش سیدنا ابوبکر صدیق در غزوه تبوک خیلی مهمه. چگونه نقش دارن سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه؟ حضرت عمر روایت میکنن که در این غزوه بر سر مسلمان ها چنان سختی آمده بود، چنان مشکلات آمده بود که مسلمان ها از شدت مشکلات، خستگی، گرسنگی، تشنگی شروع کرده بودن شتران خود را ذبح می کردن، شتران سواری را ذبح می کردن و از اونها استفاده می کردن. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه می آیند به محضر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم: یا رسول الله، ان الله تبارک و تعالی قد عودك في دعائك خيرا. یا رسول الله، الله سبحانه و تعالی برای تو وعده استجابت داده و دعای تو قبول میشه. دعای نیک بکن برای ما. فادع الله تبارک و تعالی لنا. یا رسول الله، از الله بخوا برای ما، از الله بخوا برای ما. ببینید ابوبکر صدیق می آید برای رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید: یا رسول الله، از الله برای ما بخواهید. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم رو به طرف سیدنا ابوبکر صدیق میکنن و میفرمایند: یا ابابکر، اتحب ذلك؟ ای ابوبکر، دوست داری؟ دوست داری این مشکلات برطرف بشه؟ دوست داری؟ قال نعم یا رسول الله. بله یا رسول الله، دوست دارم. فرفع النبی صلی الله علیه و سلم، بلند میکنن رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم دستان خود را. فدع الله عز وجل، دعا میکنن به نزد پروردگار عالم: فما اتم دعاءه جاء مطر. الله اکبر. هنوز دعای پیامبر تمام نمی شود، تمام نمی شود که الله سبحانه و تعالی دعا را قبول می کند. جاء مطر، باران می آید.
حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میفرمایند وقتی که باران آمد، سبحان الله، فرحت و خوشحالی برای صحابه دست داد. از این باران صحابه وضو ساختن، صحابه غسل کردن، صحابه نوشیدن. این باران فقط مخصوص اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود. این باران از لشکر اسلام تجاوز نمی کرد و تجاوز نکرد. سبحان الله. ببینید نقش سیدنا ابوبکر صدیق در غزوه تبوک را که این یکی از معجزات نبی اکرم صلی الله علیه و سلم و کرامات سیدنا ابوبکر صدیق. معجزه نبی کریم صلی الله علیه و سلم و کرامات سیدنا ابوبکر صدیق که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو به طرف ابوبکر صدیق میکنن: یا ابابکر اتحب ذلك؟ آیا دوست داری که این مشکلات برطرف بشه؟ آیا دوست داری؟ سبحان الله، سبحان الله. فقال نعم یا رسول الله. رسول معظم اسلام دست بلند میکنن، هنوز دستا را پایین نکرده، جاء مطر، باران آمد و این باران هم مخصوص اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم. از لشکر مسلمان ها این باران تجاوز نمی کند. این جایگاه سیدنا ابوبکر صدیق، این مقام سیدنا ابوبکر صدیق. سبحان الله. سیدنا ابوبکر صدیق در این غزوه چگونه نقشه دارن؟ نقش سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. حضرت عمر میفرمایند که در بسیاری از وقتها سیدنا ابوبکر صدیق از ما سبقت میگرفت نسبت به ایثار کردن مال. ابوبکر صدیق در راه اسلام هم جان را گذاشته بود و هم مال را گذاشته بود. در غزوه تبوک وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور دادن که کمک جمع آوری بشه، سیدنا عمر مال و سرمایه خود را نصف کردن و نصف مال و سرمایه را آوردن. سیدنا ابوبکر صدیق کل مال و سرمایه خود را آوردن به محضر نبی مکرم اسلام. حضرت عمر میگن من امروز باید از ابوبکر سبقت بگیرم، نصف مال خیلی سرمایه هست. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وقتی که میآین رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان میکنن یا عمر چی آوردی؟ حضرت عمر میگه نصف مال خود را یا رسول الله در راه اسلام آوردم در این غزوه. ای ابوبکر چی آوردی؟ کل مال و سرمایه خود را در راه اسلام آوردم. الله اکبر، الله اکبر. ابوبکر شدن آسان نیست. ابوبکر شدن آسان نیست. ای ابوبکر چی گذاشتی در خانه؟ ابوبکر صدیق میفرمایند الله و رسول الله را گذاشتم. سبحان الله، سبحان الله. این جایگاه، این مقام، این عظمت و این بزرگی را اخلاص سیدنا ابوبکر صدیق به ابوبکر صدیق داده است. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بدهد که این شخصیتی که اعلم الخلق، داناترین انسان بعد النبیین و المرسلین هست، این را بشناسیم. اشجع الناس، شجاعترین انسان بعد النبیین و المرسلین هست، باید بشناسیم که این سیدنا ابوبکر صدیق هست. خدای تبارک و تعالی ما را با سیره سیدنا ابوبکر صدیق آشنا بگرداند و الله سبحانه و تعالی ما را بر اون صفات حمیده و پسندیده‌ای که سیدنا ابوبکر صدیق دارد بر ما توفیق بدهد که ما هم آنها را برای خود سرمشق و الگو قرار بدیم. تا برنامه بعدی شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. موفق و پیروز و سرفراز و سربلند باشید. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.
مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال.